میخوام یک کتاب جدید برایتان معرفی کنم. ننتر و نه خشک. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. یک پرنده‌ای بود که اسمش ننتر و نه خشک بود. یک روز به قصر پادشاه رفت. دختری خجالتی را دید که داشت نقاشی میکشید، برگها را میکشید. بعد روی نقاشی نشست و گفت چه دختر زیبایی، من عاشق این دختر شدم. بعد گفت دختر پرنده را ندید، اما صدایش را شنید. گفت تو کی هستید؟ بعد خودش را روی نقاشی ظاهر کرد که دختر دید. گفت بریم پیش پدرم، من میخوام ازت خواستگاری کنم. بعد رفت پیش پدرش و گفت من میخوام با دختر شما عروسی کنم. پادشاه خندش گرفت و گفت تو یک پرنده ریزیمیز میخوایی با دختر من ازدواج کنی؟ پس حکومتت کو، پادشاهیت کو، قصرت کو؟ بعد گفت من ندارم. گفت باید با دختر شما ازدواج کنم. بعد به همه سربازان دستور داد که او را بگیرند، اما هیچ کس نتونست او را بگیرد. بعد پادشاه به پاش افتاد و گفت نباید این یک دختر را از من بگیری، من فقط همین یک دختر را دارم. گفت باشه، من 2 روز بهت مهلت میدم. بعد وزیر توی گوشهای پادشاه پچ پچ کرد. بعد پادشاه گفت اگر میخوای با دختر من عروسی کنی باید یک چوب برای من بیاری که نه تر باشه و نه خشک و نه راست باشه و نه کج. اگر میخواهید ادامه این کتاب را بدانید او را تهیه کنید و بخوانید.